توی این ویدیو میخوام بهت 5 تا عادت رو بگم که توی 30 روز زندگی تو از این رو به اون رو میکنه و خبر خوب اینه که به اندازه‌ای که به نظر میاد دقیقاً ساده است. تقریباً 1 سال پیش بود که من احساس کردم خیلی روزام تکراری شده، خیلی حالت انرژی منفی داشتم، توی خودم انگار هیچ چیز جدیدی احساس نمی کردم. فکر می کردم که دیروزم عین امروزم عین پریروزمه، واسه همون هیچ امیدی برام نمونده بود. اون موقع بود که یکی از دوستام تراپیست خودشو به هم معرفی کرد و من یه مدت رفتم پیش اون تراپیست و این 5 تا عادت رو اون خانم به من پیشنهاد دادن و من واقعا انجام دادم و دیدم چقدر توی زندگیم تونست انرژی بیاره، چقدر حال دلمو بهتر کرد. اولین کاری که به من گفتن انجام بدم اینه که هر روز صبح به محض اینکه چشمامو باز کردم شروع کنم نوشتن. یعنی حتی به هم گفتن که اصلا از جامم بلند نشم، از شب قبلش مداد و دفترمو بذارم کنارم، روی مثلا کنار تختم و به محض اینکه چشمامو باز کردم شروع کنم نوشتن. اصلا هیچ چیز خاصی قرار نبود بنویسم. من تا همون چند روز اول انقدر هیچ چیزی توی ذهنم نبود که فقط چند بار پشت سر هم می نوشتم که نمیدونم چی بگم، نمیدونم چی بنویسم. ولی یه ذره که گذشت، یه هفته 10 روز اینا که گذشت، تازه نگاه کردم دیدم من چقدر حرف برای گفتن دارم، چقدر چیز هستش که من اصلا حتی به ذهنم هم نمی آوردم که خودم باورم نشه، ولی به خاطر اینکه میدونستم مجبورم، این تکلیف منه، مجبورم که توی اون دفتر بنویسم و به جای اینکه بنویسم نمیدونم چی بگم بیام اینا رو بنویسم دیگه، کسی که بهشون دسترسی نداره. و واقعا بعدن که خودم نگاه میکردم میدیدم که چقدر حرف برای گفتن داشتم. حتی جالبه اون ویدیویی که در مورد کمالگرایی بود، من اول از همین نوشته های روز اولم اونو درآوردم، به خاطر اینکه رفتم نگاه کردم دیدم که یه روز تمام داشتم مینوشتم که چقدر از قضاوت شدن میترسم و همین باعث شده بودش که یا کاری رو انجام ندم یا انقدر به خودم فشار بیارم و اون کارو عالی انجام بدم که البته تهش هم حالا اون چیزی که میخواستم هیچ وقت نمیشد، به خاطر اینکه اصلا تله کمالگرایی همینشه که خطرناکه. و نگاه کردم که چقدر من از قضاوت شدن از بچگی میترسیدم، واسه همون توی اون من متوجه شدم که چقدر من کمالگرایی دارم. دومین موردی که اون خانم به من گفتن انجام بدم این بودش که طلوع خورشید رو ببینم. من اون موقع کتاب باشگاه 5 صبحی‌ها رو داشتم میخوندم و خیلی انرژی گرفته بودم و میگفتم من هر روز صبح ساعت 5 بیدار میشم و واقعا یه مدت هم این کار کردم و خیلی به من حس خوبی داد. کلاً 2 نوع آدم داریم دیگه، یا اونایی که صبح انرژی بیشتری دارن یا اونایی که شب انرژی بیشتری دارن. من خودم جزو اون کسایی ام که صبح خیلی انرژی دارم، هر چقدرم زودتر بیدار شم که اصلا یه چیز متفاوت. کاری که ایشون گفتن بکنم این بودش که صبح زود بلند میشم طلوع خورشید رو نگاه کنم. من اول متوجه نمیشدم چرا، ولی از روز اول، روز دومی که شروع کردم نگاه کردن دیدم چقدر احساس میکنم که انرژی روزانم داره تمیز میشه. انگار خوشبین شده بودم، انگار که خیلی حس مثبت‌تری نسبت به خودم و زندگیم داشتم و خیلی تفاوت توی تمرکز روزانم داشت. خیلی انرژیم بیشتر شده بود، تمرکز بیشتری داشتم، خیلی کارهای بهتری میتونستم انجام بدم تا روزایی که حالا به هر دلیلی آدم یا شب دیر خوابیده یا خسته است یا هر چیز دیگه‌ای صبح دیرتر بلند میشه. واقعا به صورت مشهودی اینا واسه من متفاوت بود. سومین مورد نگفتن به یه چیزم که شده توی روزه. من موقعی که توی دوره دبیرستانم بودم، به خاطر اینکه دوستام خیلی برام مهم بودن و الانم خیلی مهمن، ولی خیلی جاها از خودم میگذشتم. یه سری جاها اصلا دوست نداشتم برم، ولی به خاطر اینکه کنار اونا باشم، به خاطر اینکه اونا از دستم ناراحت نشن میرفتم. مثلا یکی از نمونه هاش این بودش که امتحانا که بودش، دوستام خیلی دوست داشتن که همه جمع بشیم دور هم درس بخونیم و من اینو میدونستم که اگر من برم پیششون امکان نداره اون روزو درس بخونم، یا اگرم بخونم هیچی توی ذهنم نمیمونه، به خاطر اینکه همش شیطنت میکردیم، خوراکی میخوردیم و اینا واسه همون. ولی به خاطر اینکه اونا از دستم ناراحت نشن و
یه جورایی انگار ساز مخالف جمع نباشم، من همیشه میرفتم و بعدش برمیگشتم، شبش صبحش همش میافتادم درس خوندن. خب خیلی فشار بهم میومد. واسه همون داشتم با خودم فکر میکردم که خب بهترین مورد اینه که شروع کنی به یه چیز در طول روز نبگی. این باعث میشه که تو قدرت رو پس بگیری. اون قدرت، اون حسه باید درونی باشه ها، وگرنه هر آدمی انقدر آدما قویان و انقدر یک سری کارا از دستشون برمیاد که شما حتی فکرشون هم نمیتونی بکنی. یا حتی خود آدم یه کارایی از دستت برمیاد که اصلا تو حالت عادی فکر میکنی اصلا ممکن نیست همچین چیزی، ولی خب در نهایت میتونی انجامش بدی. واسه همون اینم یه تمرینیه که باعث میشه که تو اون قدرت و اون اعتماد به نفس و عزت نفس و مهمتر از همه پس بگیری. که حتی استیو جابز هم در مورد این مسئله یه جمله‌ای داره که میگه تمرکز یعنی نگفتن به 1000 تا چیز خوب. چهارمین مورد که واسه من به شخص فوق‌العاده بود این که در طول روز شده یه کار مهم رو بنویسم و اون کار رو انجام بدم. و این اصلا قرار نیستش که یه کار خیلی عجیب غریب خیلی بزرگ باشه. نه، مثلا امروز میخوام برم حموم، اینو برم توی برنامه‌ام بنویسم و اینکه ته روز موقعی که انجامش میدم یه کار خیلی ساده است و یه کاریه که قرار بوده انجام بدم. امروز مثلا روز حمومه، قرار بوده که انجامش بدم، حالا بیام همونو بنویسم که شب برم توی دفترم اونو نگاه کنم، با خودم فکر نکنم که من همیشه وقت کم میارم، من اصلا هیچ کارم رو تا آخر انجام نمیدم. نگاه کنم ببینم آقا یکی از کارهایی که برای امروز قرار بوده انجام بدم حموم رفتم بود و رفتم انجامش دادم. و پنجمین مورد و آخرین مورد اینه که هر شب قبل خواب صدای خودتو ضبط کن. توی اون صدا، توی اون ریکورد شما میتونی هر چیزی گفته باشی، در مورد کارهایی که در طول روز انجام دادی یا در مورد غذاهایی که خوردی، در مورد حرفایی که شنیدی، بدون هیچ گونه سانسوری، بدون هیچ گونه قضاوتی. و این نتیجه‌ای که برای من به شخصه در پیداش این بودش که انگار خودم رو پذیرفتم، با خودم آشتی کردم. خیلی موقع‌ها میشد که من وایس میدادم به هر کسی ولی حتی نمیرفتم اون وایس رو گوش بدم، به خاطر اینکه احساس میکردم از صدای خودم متنفرم، نمیخواستم اصلا با خودم انگار روبرو بشم. ولی همین باعث شد که کم کم شروع کنم خودم رو پذیرفتن، این که من چه جور آدمیم، آقا صدای من اینه، ظاهر من اینه و اتفاقایی که در طول روز حرفایی که میزنم اینه. خب من اینو باید بپذیرم و آدم هر ورژنی که هستش قطعاً میتونه بهتر بشه، ولی برای اون لحظه کاملا کافیه. این 5 تا کار ساده نه سخت بود نه هزینه‌ای برای من داشت، اما یه کار خیلی بزرگی که برای من انجام داد این بودش که منو از اون حالت مدام احساس تکراری کردن، خسته بودن، کمالگرایی فاصله بگیره و اینو به هم نشون بده که من میتونم حتی شده یک هدف توی ذهنم داشته باشم و بهش برسم. شاید همین الان بهش نرسیده باشم ولی این جسارت رو به من میده که بالاخره یه هدفی بذارم و در راستاش حرکت کنم. بهت پیشنهاد میکنم یکی از این موارد رو، نه همه رو، یکی از این موارد رو واسه یه 30 روز هر روز اجرا بکنی و ببینی که چه تاثیر مثبتی میتونه روت بذاره. بهت قول نمیدم که دنیا رو عوض کنی، ولی مهم اینه که دنیای خودتو بتونی باهاش عوض کنی. و اگر دوست داشتی میتونی بیای توی کامنت ها واسم بنویسی که کدوم کار رو انجام دادی و چه تجربه ای ازش به دست آوردی و منم میتونم تجربه‌ام رو از اون کاری که انجام دادم کامل تر بگم. مثلا میتونی بیای توی کامنت ها بنویسی که من چالش نوشتن مثلا صبح رو امتحان کردم، این تاثیرا رو روم داشت، روز اول اینطوری بود، روز دوم اینطوری بود و اینطوری باعث میشه که هممون از تجربه همدیگه آگاه باشیم و ببینیم کدومش مشترکه، کدومش متفاوته، چه جوری میتونیم متفاوت‌تر انجامش بدیم تا یه نتیجه بهتر بگیریم. همه اینا میتونه به دردمون بخوره. از ته دلم امیدوارم بهترین اتفاقا واسه هممون بیفته. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا